خب خیلی خوش اومدی مهراد، شبت بخیر باشه. مهراد عبدالرزاق، رئیس هیئت مدیره اسنپ فود امشب با ماست و میخوایم که یه ساعتی با هم دیگه گپ بزنیم. مهراد فکر کنم آخرین بار 2 سال پیش با هم دیگه لایو شدیم و گفتگو کردیم، درسته؟ 2 سال که حداقل گذشته، ولی بیشترش مطمئن نیستم. و مهراد نمیدونم چی کار داری میکنی که همچنان همه سوالهای قبلی من پاورجاست. باید دوباره همه رو بپرسم. این کارو ما داریم درست انجام میدیم. اینم یه حرفیه، به هر حال مارکت لیدر بودن یه مسئولیتایی هم داره. آقا یکم بهمون آمار و ارقام میدی از وضعیت اسنپ فود، تعداد کاربراش، تعداد رایدراش، تعداد رستوراناش، چجوریه اوضاع الان؟ حتما. من فرصت نشد به همه کسایی که الان دارن ما رو نگاه میکنن وقت خودشون رو گذاشتن و همینطور بعدا شاید ببینن این صحبت ما رو و همشون سلام میکنم و امیدوارم که براشون مفید باشه صحبتایی که مطرح میشه و گفتگویی که خواهیم داشت در مورد وضعیت اسنپ فود. خب همونطوری که گفتی بیشتر از 2 سال از آخرین باری که با هم گپ زدیم میگذره. قسمت‌های مهمش اینه که خب سال 1401 طبیعتاً سال خیلی سختی بود از لحاظ کسب و کاری برای ما و تمام تلاشمون رو کردیم که بتونیم اون ساختارها، ایده ها، اون در واقع چشم اندازی که داشتیم رو دوباره توی سال 403 توی سال 402 در واقع یه ذره بازیابی بکنیم، به حرکت ادامه بدیم. خب توی سالی که گذشت تمرکز خیلی زیادی گذاشتیم روی رشد افقی، بتونیم تو بازارهای جدید حاضر بشیم که یه ذره چالشش هم بیشتره، ایجاد تغییر رفتار باید بکنیم و هم توی دو طرف پلتفرم، یعنی هم ساید تامین هم ساید تقاضا. ولی خدا رو شکر به نظرم به عمده اهدافی که تعریف کرده بودیم تونستیم برسیم، به تقریبا بیش از 30% تونستیم رشد داشته باشیم توی تراکنش‌های پلتفرم. تعداد تامین کننده‌هامون رو بیشتر از 40,000 تا تونستیم برسونیم و حضور رسمی خودمون رو تو بیشتر از 70 نقطه در کشور بتونیم تثبیت بکنیم. این حضور که میگم 40,000 تا تامین کننده که میگی شامل رستوران و در واقع چه میدونم گل فروشی و همه این چیزا میشه دیگه، تمام شبکه تامین کنندگانمون در واقع اینها افزایش پیدا کرد به یه همچین عددی و به نظرم سال خوبی رو پشت سر گذاشتیم. از لحاظ شبکه توزیع و ارسال همکارانی که تو اون قسمت هم داریم، خب یکی از چالش‌های اصلی توسعه بازار برای کسب و کار دلیوری واقعا ایجاد زیرساخت تحویل درب منزل هست. که از اون چالش‌های بزرگی خب تو هر بازار جدیدی هم که میریم طبیعتاً دوباره با همین مسئله روبرویم. خیلی طبیعی هم هستش که کسب و کارهایی که کوچیک تا متوسط هستن شاید زیرساخت‌های لازم برای مدیریت یه شبکه ارسال منسجم سمت خودشون نداشته باشن، چون اصلا همین معما رو شما حل کنید که چند تا نیروی ارسال نیاز دارید برای اینکه کیفیت قابل قبولی از خدمات رو من در قالب یه تامین کننده عرض می‌کنم. دیتا باید نگاه بکنی، پیش بینی بکنی، یه مقدار بهینه‌سازی انجام بدی، حالا آموزش بدی، به هر حال مناسبت‌های مختلف پیش میاد و طبیعتاً وقتی که ما میتونیم زیرساخت دلیوری رو توسعه بدیم این خودش یه پیشرانه رشد هست برای کلیت بازار ارسال. و شما الان فقط با اسنپ باکس دارین کار میکنین یا با در واقع شبکه‌های لوجستیکی دیگه مثل چه میدونم میاره یا نمیدونم شاید خود تپسی هم دارین کار میکنین؟ جدی نه. حالا اگه اون دوستا خواستم ما کار کنم ما ظرفیت داریم، ولی شوخی میکنم. ما توی تهران شبکه ارسالمون که توی خود اسنپ فود توسعه داده شده، توی سایر شهر هم به دلیل هم‌افزایی که وجود داره با اسنپ باکس فعالیت میکنیم. از لحاظ خب اندازه و حجم عملیاتی که انجام میدیم راستش خیلی قابل مقایسه با گزینه‌های دیگه که الان داریم توی کشور اصلا نیست و اگه بخواد توسعه انجام بشم باید به نظرم توی شبکه خودمون باشه، ولی یکی از اون قسمت‌های سخت ماجراست. حتما، چون فولفیلمنت ریت 100% باید شما داشته باشین دیگه. آره
و چند تا راننده الان توی ناوگانتون فعالن؟ ببین به دلیل اینکه چون اون متریکش که چجوری بگی مثلا کسی اگر یه دونه رایدم توی ماه برده باشه من توی ماه بشمرم جزء همکارامون یا بگم از یه تعدادی بیشتر، اینا عدد خیلی میتونه نوسان بکنه، ولی یه چیزی بین 20 تا 50 هزار تا شما بهش میرسی. درست. ببین ملاک من گزارش سال 401 تونه که در واقع آخرین باری بود که یه گزارشی گروه اسنپ داد بیرون اگه اشتباه نکنم، که توی اون بازه خب شما تعداد راننده فعال ناوگان رو 13,000 تا اعلام کرده بودین که الان به گفته خودت رسیده به حدود 25,000 تا. درسته؟ من یه لحظه صداتو نداشتم موقعی که داشتی عدد رو میگفتی. اگه یه بار خواهش می‌کنم. آره گفتم که توی گزارش 401 13,000 راننده عنوان شده بود. بازم میگم اون معیاری که بچه‌ها باشه بودن الان تو ذهنم نیست، ولی اگه معیار رو بذارم حداقل یک سفر موفق در ماه به عدد بین 20 تا 50,000 تا تو ماه‌های مختلف بسته به سیزنالیتی اینجا به جا بشه. و تعداد کاربرا چی مهراد؟ تعداد کاربران باز اینم از اون داستاناست، ولی عدد یوزر بیس ما از 8 میلیون بالاتر رفت. درست. که این عدد تو 401 5 میلیون بوده. بله. حالا اون گزارشی که جلوته من یادم نیست، خودتون میگی مقایسه میکنم. نه گزارش خودتونه دیگه 401. میگم مقایسه میکنم برای خودم جالبه. آره خب قطعا رشد خوبی بوده اینجوری که تو میگی. از دکتر کاظمی چه خبر؟ حالا ایشالا به موقعش تو بحث میمد سریع میرسیم. نه بیا صحبت کنیم دیگه، نمیدونم به نظرم موضوع برای یوزرهایی که در جریان نیستن اما بهتر که در جریان نیستن دیگه اونا رو چیکار کنیم؟ حالا ایرادی نداره من در جریانشون میذارم. اسنپ فود خب هک شدش، اطلاعات 20 میلیون کاربر و 880 میلیون سفارش لیک شد. توی سمپلی که هکر داده بود بیرون یه بنده خدا دکتر کاظمی نامی بودش که ساعت 2:30 شب شیرموز سفارش داده بود و این خیلی توی توییتر و شبکه‌های اجتماعی و اینا دست به دست شدش. مرا تعریف میکنی برامون ماجرا چی بود؟ اصلا چه اتفاقی افتاد که این هک رخ داد و بعداً بریم سراغ این که چجوری تعامل کردیم و شرایط رو تونستیم کنترل کنیم. ببین اولا که یکی از واقعا نقاط تاریک تجربه حرفه‌ای من بود این اتفاق. اول بگم که و فکر میکنم هم من هم همه همکاران توی استنفود خیلی شرایط سختی رو پشت سر گذاشتیم به دلیل اینکه به هر حال رسالتی که ما برداشتیم، مأموریتی که ما برداشتیم در اون حتما میگنجه که باید مراقبت بکنیم از اون اطلاعاتی که در اختیار ماست. اول یه چیزی شفاف کنم که خود شما هم به هر حال تو حوزه تک هستین. من به کیس اسنفود به طور مستقیم اشاره نمی‌کنم، ولی به طور کلی اینکه تعداد رکوردهای موجود توی دیتابیسی گزارش بشه نمیتونه این مستندی داله بر این باشه که کلش هم دستیابی بهش پیدا شده باشه، چون دوستانی که یه ذره فنی‌تر هم باشن میدونن که شما بتونید به یه دسترسی ریدونلی به یه کوئری تعداد رکوردها برسی فرق میکنه با اینکه بتونید توی حجم دیتایی که ما داریم که بیش از 4 ترابایت دیتا هست اینو روی شبکه جابجا بکنیم و اینها. به هر حال به نظر من برای کلیت هم مجموعه خودمون، هم اسنفود، هم کلیت گروه اسنپ، هم کل اکوسیستم ما به نظرم درس آموخته‌های زیاد داشت اتفاقی که افتاد و از ابتدا برای ما شفاف بودش که نوع روشی که حالا انجام شده احتمال خیلی زیاد از روش‌های قدیمی فنی که توی درس‌های سکیوریتی شما بهش برمیخوردی و نمیدونم بحثایی که ابزارهای نرمال مانیتورینگ بتونن، که این خیلی هم اتفاق متاسفانه متداولی بوده تو چندین کیس اخیر که بهش برخوردیم، هم توی شبکه اکوسیستمی خودمون هم تو جاهای دیگه. حالا روش‌های مهندسی اجتماعی استفاده از دسترسی‌هایی که افراد به درستی توی سیستم براشون تعریف شده و در چارچوب اختیاراتشون در واقع جای اشتباهی از سیستم رو تاچ نمی‌کنن که چراغی روشن بشه یا آلارمی به صدا در بیاد و خیلی با احتیاط و نرم نفوذ اتفاق افتاده و این تقریبا میتونم بگم برای ما از این قاعده مستثنا نبود که مهمترین اتفاقی که برای ما از لحظه یک مهم بود
این بود که این اطلاعات خب در هر حدی که دسترسی پیدا شده سوء استفاده ازش نشه و این مأموریت ما بود. خب تیمی هم که این کار کرده بود به هر حال منطقاً با توجه به سوابقی که ایجاد شده بود یه مقدار روش سختی رو برای ارتباط با ما انتخاب کرد و شاید حالا اون تجربه هایی که داشت توی این بازار باعث شدش که از اون راه سخته بکنه. آره اگه اشتباه نکنم خود هکره گفته بود که چون تجربه خوبی تو مذاکره با تپسی نداشتم دیگه تصمیم گرفتم اصلا وارد مذاکره با اسنپ هم نشم. صدات قطع شد ولی میتونم حدس بزنم چی گفتی. آره به همون دلیل میخواستن این اتفاق نیفته، اما به هر حال میگم ما خیلی صادقانه همین الانم میگم به هر طریقی هم که این دوستان همکاری کردن من الانم واقعا ازشون تشکر میکنم که حساسیت این موضوع رو درک کردن، چون این یه موضوع تجاری، موضوع خیلی شوخی گرفتن برای ما و برای جامعه واقعا نیست و با همراهی که اتفاق افتاد با کمترین آسیب، قطعا آسیب داشت، قطعا برای همه عذرخواهی من حتما برای همه همراه اسنپ هست از این بابت و بعد از اونم واقعا سعی کردیم که شاید به قیمت یه مقدار کندی تو خیلی از فرآیندها ساختارها رو خیلی تغییر بدیم، یعنی خیلی بدبینانه تر نگاه بکنیم به اتفاقاتی که میتونه بیفته و امیدوارم که نه برای ما و نه برای هیچ پلتفرم دیگه‌ای یک همچین اتفاق مشابهی بیفته و امیدوارم مثلا دوستانی که با تخصص خیلی زیادی هم اقدام میکنن به همچین در واقع فرآیند دیسکاوری، فرآیند ABRB، من توصیه‌ام اینه که حداقل تو چارچوب پلتفرم‌هایی که افراد خیلی زیادی سالها روش زحمت میکشن راه تعامل اولویت باشه، ما هم بتونیم با فیکسایی که میزنیم تو فرآیندایی که جذاب باشه برای این دوستان که ابتدا راه تعامل انتخاب کنن. شما الان طرح باگ بانتی دارین؟ آره گروه اسنپ داره بدون خود سایت اسنپ هستش. به هر حال خوشحالم که چه جوری ماجرا جمع شده، یعنی در نهایت که میدونم که با هکر مستقیما ارتباط گرفتید. چه بدجا صدای ما قطع میشه، نمیدونم صدای منم قطع میشه یا نه. آره نه صدای تو خوبه. سوالمو دوباره بپرسم این بود که چه جوری ماجرا جمع شدش، یعنی الان به نظر قابل حدسه دیگه این تعامل حرفه‌ای که باید اتفاق میافتاد. ما هم از ثانیه یک مهمترین چیزی که دوست داشتیم به شفاف باشه اینه که از اون چیزی که هر کسی فکر کنه اتفاق برامون مهمتره و مهمترم بود و همه تلاشمون رو کردیم که با توجه به اولویتایی که طرف دیگه مذاکره داشت بتونیم یه فصل مشترک پیدا بکنیم و با کمترین آسیب گذر بکنیم از این مسئله. برای ما مهمتر از خود این عدم انتشار یک مقدار در واقع آگاهی پیدا کردن به اتفاقاتی بود که افتاده، به ضعفایی که توی سیستممون بوده و اطمینان پیدا بکنیم که اون چیزی که ما فکر می‌کنیم با اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده یکیه و سر این ماجرا تعاملمون طولانی‌تر هم بود که به نتیجه بتونیم برسیم. آخه میدونی یه قسمتیش که برام گنگه اینه که چجوری میشه اعتماد کرد، یعنی دیتایی که دیگه برداشته شده خب و صرفاً یه توافق شفاهیه که آقا این دیتا رو تو رو خود جایی نذار، یعنی این مدل این جزئیات داره ولی به نظرم در این حد که صحبت کردیم برای بحثمون کافیه، ولی اون کلا اون چیزی که خودت میگی رو من حتما باهات موافقم که قسمت سخت تصمیمش میتونه این باشه، ولی خب به هر حال میدونی تو اون جزئیات و تعامله به یه جزئیات بیشتری از سطح دسترسی میرسیم، به جزئیات بیشتری از اتفاقی که واقعا افتاده میرسیم و شاید اگر بگم که expected value این اتفاق برام مثبت بود، به هر حال تاش توی کیسی که موفقیت آمیز باشه میتونست یه بخش از نگرانی همراه اسنپ رو کاور کنه و برام مهم بود که این اتفاق رو حداقل امتحانش بکنیم. درست. اوضاع نیرو انسانی چجوریه مراد؟ خب خیلی از شرکت‌ها درگیر مهاجرت نیروهای فنیشون هستن و راستشو بخوای این روزا در حال حاضر قادر به سرویس دهی نمی باشیم پیغامش خیلی زیاد حداقل برای خود من میادش. چقدر این دوتا با هم دیگه ربط دارن و چجوری دارین هندل میکنید ماجرا رو؟ چون نمیدونم اگه اشتباه نکنم فکر کنم CPO و CTO تونم جدا شدن اخیرا.
ببین نمیدونم حالا چقدر جذابه، نظر چقدر کلی جواب اینو بدم جذابه، یعنی چقدر ریشه‌ای بهش بپردازم چقدر موردی، چون من یه موقع اونوری ندارم بگی چرا کلی گفتی. نه اوکی، راجع به خود وضعیت اسنپ فود صحبت کنیم، فکر کنم کلیات هم در بر بگیره. الان هستی؟ الان هستم. آره یه بار گفتم راجع به خود وضعیت اسنپ فود اگه صحبت کنیم احتمالاً کلیات رو هم در بر میگیره. تا حدی به هر حال ببین شرکت‌های شبیه ما که در واقع تک کامپنی‌ها هستن، تک کامپنی‌ها تکنولوژی که توسعه میدن عمده‌اش تکنولوژی نرمه. تکنولوژی نرم فرآینداست، تکنولوژی نرم ساختارهاست، تکنولوژی نرم ابزارهایی هستش که حالا اونقدر از لحاظ ابزارهای محسوس شاید تو دسته‌بندی دارایی‌های محسوس قرار نگیرن. یکی از مهمترین عواملی که میتونه تو توسعه این تکنولوژی نرم کمک بکنه نیرو انسانیه. یعنی اصلا پایه این شرکت‌ها اینجور کسب و کارها نیرو انسانیه، چون کسب و کارهای نوعی هم هستن تعدد تصمیم‌هایی که نیروی انسانی باید بگیرن خیلی زیاده. خب یکی از چالش‌هایی هم که ما داریم توی کلا کشور، من حالا نمیدونم چقدر محدود به کشور ما هست، یعنی جای دیگه هم شاید این محدودیت نباشه، بازار رقابتی بین شرکت‌ها باز بحران به وجود بیاد. طبیعتاً با توجه به حجم نیازی که ما داریم به اینجور نیروی متخصص دوچار مسئله، یعنی تیم تکنولوژی و محصول یه شرکتی توی سایز اسنپ فود اگه به طور خاص راجعش صحبت کنیم، ظرفیتی که الان توش وجود داره شاید ما باید بیش از 300 نیروی متخصص توش داشته باشیم و نگهداشت این بچه‌ها یه وقتایی هم واقعا خودشون هم خیلی اتفاقا همراهی میکنن با ما، خیلی هم پای کار وای میستن، ولی خب تا یه جایی طبیعتاً اسنپ فود هم از این قاعده مستثنا نیست و ما نیروهای رو از دست میدیم. در مورد این که حالا تا چه حد میتونه روی کسب و کار اثرگذار باشه این موضوع، به نظر یکی از چالشایی که اگه حلش بکنید تو این بازار میتونه بقا تضمین شده باشه همین فرآیندهای حالا اصطلاح سنتی ترش جانشین پروری، این ماینس توها که توی تیم چجوری شکل میگیرن با روتیشن، با انتقال دانش توی تیم که بتونیم این نوسانات یا این در واقع هیکاپ‌ها چه می‌دونم تکونایی که بیزینس می‌خوره درصد از دست دادن افراد رو بپوشونیم. این یکی از اون به نظرم اکسپرتیزا، یکی از اون نالج پوینتایی که شرکت کم کم یاد میگیره که چجوری اینها رو بچینه و بتونه مدیریت بکنه این رفت و آمدها رو. کار ما هم میگم این وابستگیش به آدم‌ها خیلی زیاده و ما یه ذره شاید تازه داریم یاد میگیریم که این تیکه‌های کسب و کاری سایز مناسبشون چقدره که کمترین آسیب رو ببینیم وقتی که اینجا به جایی اتفاق میفته. چون به نظرم دیگه از دست دادن آدم‌ها خصوصا به دلیل مهاجرت یه محدودیت سیستمی شده تو مدیریت کسب و کار. یعنی مثلا من با تو قرار دارم دیر بیام دیگه نمیتونم عجیب بگم ترافیک رو پیش بینی نکرده بودم، میگم این همه سال تهران زندگی می‌کنیم، ترافیک یه بخشی از این سیستمه. اینم دیگه اگه من از این قضیه برای مشکلاتم به عنوان یک بهانه یا دلیل یاد بکنم، به نظرم دیگه یه کار خیلی حرفه‌ای به حساب نمیاد. یعنی بعد این همه سال که با این مواجهیم، مثلا توقع میره که ما یه زیرساختی داشته باشیم که آسیب‌های احتمالی که از این زاویه سمت اون میاد بتونیم جذب کنیم، حل کنیم، ادامه بدیم. بنابراین من با دوستان خودمونم داخلی صحبت می‌کنم، به نظرم دیگه دوره این که بگیم این یک مشکل برای ما فکر کنم گذشته دیگه. یعنی باید بگیم حالا این که هست ما چجوری بچینیم ساختار رو که کمترین آسیب رو ببینیم. یعنی دیگه میگی باید پذیرفت شرایط دیگه. به نظرم جلویی اگه به پذیری دو سه قدم جلوتره. چون خب ولی آخر نکتهش اینجاست که شما پذیرفتین ولی یوزر همچنان داره اذیت میشه. متاسفم که بگم خیلی به این دلیل نیست. حالا دلایل دیگه اگه بخواستیم هم توضیح دوست دارم بشنوم. آره ببین به هر حال حالا برای ما با توجه به مشکلات زیرساختی که می‌بینیم ما خیلی در تلاش هستیم که اسنپ فود رو روی بیش از یه دونه دیتا سنتر به صورت اکتیو در واقع نگه داریم، با توجه به قطعی برقیه‌ای که پارسال خوردیم و فاجعه آفرید. یعنی اصلا ما دیگه توقع یک همچین اتفاقی تو زیرساخت نداشتیم. برای همین یه ذره رفت و آمده داریم و یه سری تغییرات داریم انجام میدیم. خب یه سرمایه‌گذاری خیلی زیادی تو سطح گروه انجام دادیم، سخت افزار رو در واقع به صورت داخلی تهیه کردیم. تو حجم ما یه عدد خیلی قابل توجهی بود که انجام شده و توی این پیاده سازی هستیم که ان شاءالله به زودی
لانچ میشه و تو این 1-2 ماه تا قبل دیتا سنتر خودتون رو داشته باشید. نه، من سخت افزارهای داخل دیتا سنتر یکی از نقاط فعلیه میتونن باشن، چون که اون کیفیت لحظه‌ای که ما نیاز داریم و اصلا نمیتونیم کوتاه بیایم حتی چند ثانیه این سیستم رو از دست بدیم، چون سیستم رو به صورت دومینویی و فزاینده وارد یه لوپ منفی میشه اگر دسترس خارج بشه. ما سخت افزارهایی رو آوردیم و داریم سعی می‌کنیم تو بیش از یه نقطه فیزیکی در دسترس قرار بگیریم. تو این مسیر داریم انتقالایی رو انجام میدیم، تغییراتی انجام میدیم که ان شاءالله تا هوا خیلی گرم نشده و این احتمال قطعی برق سراغمون نیامده بتونیم یه مقدار ریسکمون رو کاهش بدیم در این زمینه. یه ذره به واسطه تغییراتی که در این مورد به خاطر این موضوع توی سیستم داشتیم یه مقدار این احساس شد متاسفانه، ولی چون کاری هم نیستش که آدم 20 بار انجام داده باشه یا مثلا تجربهش رو توسعه داده باشه، یه مشکلاتی هم داشت که فکر می‌کنم خیلی خیلی کمتر از اینجا به بعد بهش بر بخوریم. درست. میتونی بهم عدد بگی که چه سرمایه‌گذاری برای حل این مشکل انجام دادین؟ عدد دقیقش رو ندارم، ولی چون ما مثلا بین 40 تا 60 تا تو هر دیتا سنتر ماشین فیزیکی میخوام و اینا باید اصطلاحاً استیت آف دی آرت باشه دیگه، یعنی بهترین ماشین هایی که الان وجود دارن ما باید بیاریم و تو این تعداد شما باید بری خودت با دوستان که تو بازرگانی هستن هماهنگ کنیم و اینا رو وارد کشور بکنیم، وگرنه هر راه حل دیگه‌ای بخوای بری یه جورایی شک داره و این محدود به ما هم نیست. بیشتر بچه‌ای که تو اسکیل دارن کار میکنن الان همین تصمیم برای زیر ساخت گرفتن، یعنی سخت افزار سعی کردن سخت افزار خودشون باشه که قابل پیش بینی باشه کیفیتی که ازش خروجی میگیرن. و دلیل اینکه کاربر مجبور میکنین وی پی ان رو خاموش کنه برای سفارش دادن چیه؟ ببین اون عمده‌اش اینه که مخصوصا زمانی که ما تغییراتی روی نتورک می‌خوایم بدیم، دسترسی که از بیرون وجود داره برای ما قابل پیگیری نیست اگر خدا نکرده توش اینسیدنتی اتفاق بیفته یا دسترسی غیر مجازی باشه. یک زمانهایی که مجبور به چنین تغییراتی هستیم دسترسی بیرون رو محدود می‌کنیم. دو اینکه خیلی از دوستان لطف دارن و من دلیلش رو نمی‌دونم، به قسمت‌های مختلف سیستم خیلی وقتا سعی می‌کنن دیداس بزنن و این کار خیلی اتفاق میفته و طبیعتا خب این کار از آی پی آی بیرون ایران میکنن و ما وقتی که تیم امنیتمون دیداس داشته باشه طبق پروتکلی که داره تا یه میزان ساعتی دسترسی رو به داخل محدود میکنه. خب چون دیداس از داخل زدن که دیگه خیلی عجیبه، خیلی راحت قابل رهگیری و دیگه فکر نکنم کسی این کار رو انجام بده. یک دلیل این دوتا دلیله و تو دیداس خیلی زیاده، خیلی جالبه. شاید ما یه بار با کمک خود یه آرتیکل رفتیم مثلا برای 2 ماه قبل منتشر کردیم، کسی نمیدونم چرا میزنن، حالا یا باتایی هستن که هی هرچی آی پی پیدا میکنن میزنن. آره خب هزینه هم داره برای اون کسی که حمله میکنه فکر کنم، یعنی حتما داره. با میبینی از این ابزارها بخری که آی پی داینامیک سویچ میکنه فلان، بعد میگه مثلا بچه‌ها گزارش میکنن میگن ما تا این مدت میریم تو حالت تدافعی ما اصلا ما نمیتونیم ریسک کنیم. پس این یه تصمیم کاملا فنی بوده، یعنی فشار بیرونی از سمت شما نه و روی شما نه. آخه چون دیگه وقتی به اسمتون گیر میدن، ما راجع به اینم صحبت کنیم. این آیه وحیدی وزیر کشوری مصاحبه کرده بود که اسم اسنپ فود انگلیسیه و باید عوض بشه. با خودشون باید صحبت کنیم. چرا با من صحبت کنیم؟ چیزی سمت شما نیومده. ببین در هر حال ما با این مسئله روبرو هستیم. من دفاع نمی‌کنم از اینکه اتفاق خوبیه اسم ما مثلا فارسی نیست. خب چی بگم، من علاقه برای ما، ولی باید یه ذره واقع بین به نظرم نسبت به وضعیت حاضر نگاه بکنیم و میتونم بگم خیلی هم نگاه بیرونی حالا غیر واقع بینانه نبوده. در مقاطعی که نیاز بوده تونستیم به یه گفتمان مشترک برسیم، ولی شاید میگم خیلی جایی بعضی از این فکرها یه ذره عقب‌تر بوده، یه جای دیگه بوده، همونطور که فقط هم محدود به استارتاپ‌ها و بیزنس‌های شبیه ما نمیشه، تو خیلی از چیزا این رفته جلو. شاید اگه این درس آموخته رو استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم واقع بینانه کمک بکنیم، یعنی ریکوایرمنت ها نیازمندی یک برند برای شنیده شدن، برای حضور در فضای اینترنتی، در فضای اپ استورا، تمام اینا رو باید کنار هم ببینیم دیگه. به نظرم جای هماندیشی داره، ولی نه حالا ما در اون مورد آپدیتی نداریم و من کانتکتشون رو میفرستم اگه خواستین خودتون. نه مرسی، با خودت در تماس باشم راحت‌تر. نه من مراد
بازار کم کم داره توش سر و کله رقبای جدیدی پیدا میشه. از آخرین باری که با هم دیگه صحبت کردیم فیدیلیو داره تلاشایی میکنه ولی خب فکر کنم مشخص ترین و بولترین بازیگری که اخیراً اضافه شدش به واسطه سرمایه گذاری گروه گلرنگ اوفود بودش که اونا هم حالا اگه بعدم فودشون رو باید عوض کنن یا نه نمیدونم، ولی دوست دارم نظرتو بدونم راجع به اضافه شدن بازیگر جدید و اینکه حالا یه مقدار خارج از چارچوب‌های کلاسیک لطفاً با هم صحبت کن که ما استقبال میکنیم از حضور رقبا و اینا، ولی دوست دارم بدونم که خانشت چیه نسبت به این ماجرا، چون به هر حال اوفود یا به عبارتی تپسی فود که قراره بره شاید در دل اون سوپر اپ آینده تپسی پول بزرگی پشتشه و شما تا الان شاید با یه همچین جنس رقیبی مواجه نبودین. دلینو بودش، مجموعه کوچیک‌تر بودن و اینا. بهم بگو که خانشت چیه از شرایط جدید بازار؟ خب میدونی ما استقبال میکنیم از اول من هیچ وقت نگفتم ما استقبال میکنیم، نمیدونم کی گفته، من یه همچین حرفی تا حالا نزدم. یه چیزی توی این کتاب، اسم این کتابه چیه همه جا هست، هنر رزم، یه قسمت جالبی داره، من اسمش بیشتر نخوندم، یه قسمت جالبی داشت میگفت فضیلت جنگ پیروزی بر دشمن بدون درگیریه. یعنی من میگم ما یه بخش زیادی از رقابت رو موقعی میبریم که وقتی بقیه به عمل کردن ما تو این بازار نگاه میکنن اصلا ورود نمیکنن. یعنی ما هر روز داریم با ذهن سرمایه‌گذارا و تیمایی که ظرفیت زیرساختی دارن که به این بازار فکر کنن ما داریم رقابت میکنیم. ما اینجوری وقتی رقیب میاد ما یه جایی فیل کردیم که اومده، یعنی ما اگه عملکردمون خیلی خوب باشه رقابت اصلی که داریم میبریم دوستانی هستن که ورود نمیکنن به این بازار، میگن خب اینا هستن این کارو. پس رقابت برای ما چیز جدیدی نیست. می‌خواستم اول بگم و به نظرم ما اون روزی خیلی شرطمون سخت میشه که یاد نگیریم با خودمون رقابت کنیم، چون تو سایزی که ما هستیم به نظرم باید این رو یاد بگیریم و حتما هم میتونیم بهترین رقیب باشیم برای خودمون، برای اینکه بهتر باشیم، چون همین الان دیتا خودمون انقدر نقاط ضعف نشون میده. حالا یه قسمتش که شاید بذاره به سوال بخوام برگردم، حرفای من این خیلی اشتباه گرفته نشه با اینکه هر کدوم از بچه‌ها واقعا تو این تیم‌ها دارن کار میکنن و هر سرمایه‌گذاری که روی این مسائل سرمایه‌گذاری کرده، چه کوچیک چه اسمایی که بردی که بزرگترن، اتفاقا ما خیلی تیم‌های کوچیک‌تر داریم. من واقعا قلباً خیلی صادقانه هم خیلی احترام قائلم براشون و خیلی هم امیدوارم این مسیر براشون آوردش میتونه تجربه این باشه که چرا نشد، میتونه خوشحالی این باشه که شد. هر دو تاش منظرم خوبه و اون جرأتی که به خرج دادن دمشون گرم. من به همه‌شون ولی میگم که استنفورد تیمش و اون ویژنی که ما داریم، من خودم الان سال 11 که اینجا دارم کار میکنم و این قسمتی از عمرم که من گذاشتم، خیلی از همکاران گذاشتم، بچه‌ای تصمیم مهاجرتشون رو برگردوندن اینجا کار کردن. ما رقیب خیلی ساده‌ای نیستیم و خیلی هم اهل فروتنی در این زمینه بهتر نباشیم و با قدرت کار کنیم و بچسبه به رقیبمون. اگر از ما بردی میگیره، اگه به ما گلی میزنه دمش گرم و واقعا خوشحالی کنن، چون ما اصلا تو باد این سایز و اینا نیستیم و چیزی که باهاش میجنگیم خیلی ازش فاصله داریم. این دوست داشتم روی کردمون اول بگم و رقیبی هم میاد آره ما استقبال خاصی نمی‌کنیم، سعی می‌کنیم متقاعدش کنیم که کار خوبی نبود و بره دنبال کار دیگه. اما نکته‌ای که وجود داره همین که درست گفتی، یه ذره شاید ترکیب رقابت تو بازار ما روزهای متفاوتی در انتظارشه. من یک چیزی که فکر می‌کنم در مورد کسب و کارهای شبیه اسنپفود، اسنپ، دوستان دیگه تو بازار هستن وجود دارن که شاهد این هم هستیم خیلی استارتاپ ها کوچولو میان و اتفاقی نمیفته و میرن بیرون. اینه که سخته بفهمیم ما دقیقاً چیکار میکنیم، یعنی از بیرون نگاه بکنیم بیزینس ها رو، اینکه این کار سختیش کجاست خیلی معلوم نیست. ممکنه در نهایت برسی به نرم افزار، برای همین هم خیلی از بچه‌هایی که میان تو این بازار از بک‌گراند نرم افزار میان
و برای عمدهشون اتفاق خوبی نمیفته. من خودم بک‌گراند نرم افزار بوده، هیچ حرف بدی نیست این، ولی خب چون اون تیکر میشه دستت، میگی خب اگه من این نرم افزار بزنم موقعیت مکانی داشته باشه، اینو داشته باشه، اونو داشته باشه، مثلا میشه یه چیزی مثل اسنپ درست کرد. ولی قسمت پنهان ما که دارایی‌های نامشروطی از سازمان یه جای دیگه صحبت هم راجعش حرف زدم، حالا علاوه بر فرآیندها، روش‌ها، ساختار، حتی ساختار سهامداری، نوع حاکمیت شرکتی، فرهنگ بالادستی و لایه‌های پایین‌تر سازمان، اینا همش نکات ریزیه که اگه درست دیده نشه شما ممکنه که یک یا چند تا از پارامترهای موفقیت رو داشته باشی ولی اون اتفاقی که توی ویژنت بوده نیفته. میخوام بگم سرمایه‌گذاری همونطور که حتما هم خودت هم دوستانی که این سرمایه‌گذاری کردن از رویکردشون مشخصه که میدونن حتما اتفاق کافی نیست، حتی میتونه یک نکته گمراه کننده و پاشناشیل بشه برای یک تیمی، چون میتونه کاور بکنه خیلی از ضعف‌ها رو و ساختار درستی برای ایجاد یک ساختمان بزرگ درست نکنه اون تیم. به هر حال ما همونطور که یه جا دیگه صحبت هم بود از قبل میدونستیم و این بازار حتما علاقه‌مندان دیگه هم برای حضور توش میان و برای مسئله برنامه‌ریزی داشتیم، آمادگی‌های ایجاد کردیم هم تو ساختارهای داخلیمون و کاملا آماده هستیم برای اینکه بتونیم هم اگر لرنینگی بود حتما رو هوا بزنیم، ازشون یاد بگیریم، اگه چیزی نشون ما دادن که درست ندیدیم و چارچشمی اطلاعات جمع می‌کنیم، سعی می‌کنیم آماده تغییر باشیم و سایزمون ممانعتی از چابکی نکنه توی این رقابت. و این شرایطی که امروز از منم مثل تو آماده کردم خودمو و سازمان ما هم خودش آماده کرده برای اینکه یه جنس دیگه از رقابت شاید تجربه بکنیم امسال. فکر کنی اگه مثلا یه تخمین بخوای بزنی یکی جدی بخواد وارد رقابت با اسنپ فود بشه چقدر سرمایه لازم داشته باشه؟ حالا فارغ از اون ساختار سازمانی و اینا که بهش اشاره کردی که نکته کاملا درستی هم هستش. من ندارم عددش، میدونی دلیلش هم چیه؟ چون اپروچ‌های زیادی میشه. مثلا اگه به من بگی که من میخوام بیام مثلا برای 10% سهم بازار اسنپ فود توی 3 سال یه جواب داره. اگر بگی میخوام بیام مثلا 30% سهم بازار اسنپ فود توی مثلا 3 سال یه چیزه، 10% توی 10% 10% توی 3 سال یه اکسل باید درست کنم، باید بفرستم. باور کن عدد ندارم. فقط میتونم بگم که عددش خیلی عدد کوچیکی نیست، همونطور که خودت هم میدونی. یعنی بخوای بیای توی فود دلیوری پلتفرم یا ای کامرس مثلا این خیلی متفاوته، شاید توی ترافل بخوای ببینی، یعنی اون زیر ساختایی که باید ایجاد بکنی یا هزینه جذب و انطباقی که برای کاربر باید بدی خیلی متفاوته شاید با اونا. آره حالا یه شایعه‌ای هم داره شنیده میشه که دیجیکالا هم داره به سمت سوپر اپ شدن پیش میره و شاید اونجا هم سرکله یه بازیگر جدید پیدا شد. ولی حالا اگه عدد تخمینی برای سرمایه گذاری روی رقبا رو نمیگی بهم، بگو که خودت چقدر داری روی وندورا هزینه میکنی که مطمئن شی توی بستر تو باقی میمونه. به نظرم اون جملت رو استاپ هم گفتی اگه اینو نمیگی، به نظرم بگو حالا اگه اینو الان نمیدونی من بدونم به تو میگم خیالت راحت. ببین اینم باز عددش به عدد رسیدن سخته، ولی به نظرم همون دوستانی هم که تصمیم به حضور تو این بازار میگیرن میدونن پلتفرم به هر حال یک اتفاق دو سویه است، یک فهم مشترکی از تقاضا و یک فهم مشترکی از تامین. ما فرصت خیلی زیادی برای ایجاد این فهم مشترک داشتیم، یعنی من فرصت خیلی زیادی داشتم که به دغدغه‌های تامین کننده نفر به نفر نزدیک بشم. هر کسی یک نیازمندی‌هایی داره، بعضی دنبال توسعه هم، بعضی دنبال سودآوری هم، بعضی دنبال تنوع محصول هم، بعضی دوست دارن دیتا داشته باشن و قصه الهازا. خب ما تو این مدت زیاد تونستیم یک مقدار به دغدغه‌های این دوستان نزدیک بشیم، واقعیت بازار و ظرفیت‌های پلتفرم رو همراستا بکنیم در راستای این مسئله که این دغدغه‌ها قسمت عمده‌اش با ما مرتفع بشه و شما اگه تامین کننده باشی و در مورد دغدغه‌هات عمده‌اش رو بتونی روی یک پلتفرم در واقع پاسخی براش پیدا بکنی، طبیعیه که نمیای وارد در واقع اون پراکندگی تمرکز بشی و بخوای اینو از چند جا، حالا
روی غذا شاید لمسش یه ذره سخت باشه. من اگه سویچ بکنم به اینداستری دیگه مثلا میگم که بگم هتل داری، اگه پلتفرمی همه هتل در واقع اون تمام ظرفیت شما رو داره برات انجام میده، از خدماتش هم راضی، خیلی سخته که واقعا یه نفر بگه شما چرا باید چجوری باید متقاعد بکنی که این کار دیگه بکنی. حالا مثال هتل رو نمیدونم، ولی میگم که ببین من نمیخوام الان وارد این بازی بشم که شما دارین انحصار ایجاد میکنید یا نمیکنید. من میگم آقا شما دارین یه سری اینیشیتیو میدین به رستورانا. خب مثلا چی؟ مثلا چیزی که من شنیدم اینه که مثلا درصدی که معمولا رستورانا باید بدن بین چه میدونم 15 تا 18%. رستوران میاد یه مدت کار میکنه، بعد از یه مدت بهش میگین آقا بیا 10% بده ولی فقط با من کار کن. خب ولی بعداً اگه خواستی بری با یکی دیگه هم کار کنی، من کاستایی که این مدت مثلا در واقع این اینیشیتیوهایی که پات گذاشته بودم و بعداً باهات حساب میکنم و میگیرم ازت. سوالم ازت اینه چقدر داری هزینه میکنی که این در واقع مشوقا رو الان به رستورانا بدی که صرفاً توی چارچوب اسنپ فود باقی بمونه؟ ببین من میخوام یه ذره حرفمون شاید یکیه، خب ولی من زاویه نگاهم به اتفاقی که میفته متفاوته. ما همونطوری که یه مثلا میگم یه سازوکار CRM داریم، سعی میکنیم کاربر رو پلتفرم نگه داریم، انگیج نگه داریم و سعی کنیم اگر سفارش غذایی داره میده از اسنپ فود اتفاق بیفته. خب طبیعتا یه فرآیند اون طرفی هم داریم برای شرکای تجاری خودمون که میشن صاحبان کسب و کار، حالا برای ملموس‌تر شدنش میگم رستوران ها. در اون زمینه هم خب خیلی متنوع این بحث اینسنتیوها، این بحث طرح‌های مختلف، حتی شناسایی پارتنرهای استراتژیکی میتونیم اونجا داشته باشیم، چون بعضی از رستوران‌ها شما برید توی شهر اگه از پلتفرم بیای بیرون شاید اونقدر رستوران به نامی هم نباشن ولی پلتفرم پلیرهای خوبی بودن. ما با سازوکارهای خیلی تا الان خیلی دیگه فکر کنم بالغ شده اینا سعی می‌کنیم اینا رو شناسایی بکنیم که دارن از امکانات پلتفرم استفاده می‌کنن، انگار برنامه‌ریزی خوبی برای فروش آنلاین دارن و طبیعتاً متمرکز می‌کنیم یه تعدادی از مشوق‌هامون رو روی این دسته از تامین کننده هامون و طبیعتاً یک رابطه دو طرفه می‌سازه. ما باید نزدیک شیم به تامین تمام دغدغه‌هاشون، وگرنه این چیزی این در واقع اون حالتی از ارتباط تجاری که بین ما شکل گرفته میوه شاید چندین فعالیت متنوع بوده توی ساپورتشون، توی بحث‌های مالی، توی بیزینس‌های مکملی که میتونه بهشون کمک بکنه و همینطور توی نوع میزان و ابزار فروشی که براشون ایجاد کردیم. ما اگر نتونیم واقعا تو ذهنشون یه تیک بزرگ بزنیم روی اون نگرانی‌هایی که دارن، نیازمندی‌هایی که دارن، این اتفاق با کاغذ رو اگه این شد اونجوری کنه اینا واقعا اصلا ایجاد نمیشه. این یه چیزی هم بگم جالب شد برات، این بازار غذا که راجع بهش صحبت می‌کنیم کلا بیش از 100,000 تامین کننده‌ای که پتانسیل همکاری تو این فضای ما رو داشته باشن توش وجود داره در سراسر کشور من میگم. صدات یه لحظه قطع شد، گفتی 20,000 یا 30,000؟ 100,000 مجدد قطع شد. جدی؟ موقع عدده رو نگم که قطع نشد. نه 100,000 تا 100,000. آره 100,000 تا فروشگاهی که بشه در واقع به شکل دلیوری باشون کار کرد. حالا چیزی که ما موفق شدیم توی همکاری با اسنپ فود داشته باشیم یه چیزی اولوش 30 و خورده هزار تاست توی قسمت رستوران ها و واقعیتش هم اینه که با توجه به اینکه ما سهم بازارمون توی شهرها مثلا 100% دلیوری که ما نداریم، عدد زیر 50%. اصلا اگر بیایم خیلی تعداد این تامین کننده رو زیاد کنیم، یعنی توی شهری همه رستوران‌ها رو اسنپ فود نیستن، یه سهم کوچیکی ازشون هست، چون باید تمرکز سرویس دهی من داشته باشم، اینجا کاری دارن یکی باشه جوابشون رو بده، سفارش بشه روشون ایجاد کرد، اسنپ فود رو ترین بشن یاد بگیرن. بنابراین اصلا بازار فرگمنتدی هم هست بازار ایران، یعنی مثلا تو بازارهای یه ذره جهانی‌تر به درست یا غلط پلیرهای بزرگی وجود دارن که شاید 50% بازار بین کمتر از 1% رستوران‌ها، حالا چون چین هستن تعداد شعبات بالا دارن بین اونا تقسیم میشه، ولی اینجا همین که از هر شهری خارج بشی کل بازار یه ریست میخوره، یعنی خیلی کم رستورانایی که توسعه منطقه‌ای دارن. بنابراین این فرگمنتد بودن هم اصلا فضا رو خیلی محدود نمی‌کنه، یعنی ممکنه که باز این پلتفرم پلیره خیلی از رستوران‌ها هستن که از ما امکانات بیشتر میخوان ولی واقعا ظرفیت ما نیست که بتونیم از یه میزانی بیشتر این رو گسترش بدیم. اینم حالا
بیشتر بحثمون راجع به کلان شهرام هستش دیگه. کلان شهرام همین. کلان شهرام واقعا همین. یعنی عدد رقم‌ها رو از نزدیک ببینی، یا اگه مثلا بیای حتی بازارهایی که بیش از یه پلیر مثلا سهم بازار ما تو شکل گرفته، بازار هند رو ببینی، بازار امریکا رو ببینی که توش دارن فعالیت میکنن، طبیعیه که یکی از رقابت‌های اصلی سر متقاعد کردن قسمت تامینه و هزینه خیلی زیادی توش انجام میشه، تمرکز خیلی زیادی انجام میشه و از ساید سی ماجرا قسمت بی ماجرا سخت‌تره، چون حساس‌ترن، سختگیرترن. شما وقتی با یک کاستومر طرفی شاید خیلی بالا پایین بودن کیفیت سرویس تاثیر آنچنان بلند مدتی نذاره، ولی یه تامین کننده کافی اتفاق باید براش بیفته و واقعا راضی کردن مجددش سخته، خصوصا که فرآیندهای داخلی دارن اینا. میخوام بگم که باید به عنوان یک بخشی از پلتفرم ما قسمت تامین رو بپذیریم، خب که یکی از قسمت‌ها هست که شما باید روش رقابت بکنید. نمی‌تونی شما وارد بازاری بشی بگی من پلتفرم فقط یه طرفشو به رسمیت میشناسم. اینجوری نیست. اگه اینجوری بود ما چرا دو طرفی همه کار کردیم؟ نه حتما همینطوره. آره یعنی باید در واقع میمون. بعضی از مثلا رایت هیلینگ شاید این توش کم رنگ‌تره. مثلا من میگم مثلا بریم تو اقامتگاه رنگ‌تره. شما تا حالا از شورای عالی رقابت تذکری دریافت کردین بابت قراردادتون مبنی بر اینکه حالا این انحصارگرایانه است یا هر چی؟ ببین ما خب قبلا که کیسایی بوده که رفتیم صحبت کردیم، قبلا فکر کنم خب خودت هم یادتی که اتفاق افتاده بود. بعد از اونم ما با سعی کردیم با ارسال قراردادمون با تعامل یه مقدار پیش دستانه توضیح بدیم خودمون و صنعتمون و اینکه تعریف درست بازار توی کسب و کار سفارش اینترنتی غذا کجاست. اینکه من بیام روی ساپلای من بازار رو میخوام معطوف کنم و تعریف کنم به یه نتیجه میرسم، ولی اگه بازار غذا رو دارم در نظر میگیرم خب به یه نتیجه دیگه ما ممکنه برسیم سر این. ولی یکی از بحث‌های آنگوینگ ما هستش و توی این موضوع هم سعی کردیم که تعامل داشته باشیم و خودمون میگم پیش دستانه. شورای رقابت الان موضوع باز داریم. موضوع مثلا پرونده باز نه، ولی موضوع باز داریم. موضوع باز همینه که بتونیم با هم دیگه در این مورد به یک تعاملی برسیم. ببین آیا نگران این نیستی که حالا یه رقیبی که آمادگی یه هزینه کرده بالایی داره بیاد یه مجموعه رستوران شاخصی رو مثلا با هم دیگه متحد کنه و بگه آقا من کاستای شما رو میپذیرم که از این چیزا در بیاین، از این الگوی همکاری انحصاری با اسنپ در بیاین و خب این به نظر دردسر نمیتونه درست کنه و تو هم به نوعی به اون رستوران ها احتیاج داری. الگوی چیزی که حالا اینو دیگه با خودت الگوی چی گفتی؟ گنگاب کردن دیگه، یعنی مثلا رستوران ها با هم دیگه متحد شن، خب بگن آقا اوکی ما کاستش هم یکی دیگه داریم. من به نظرم یکی از احتمالاتی که میتونه اتفاق بیفته، خب اینجا به هر حال هوش تجاری هم تامین کننده ها هست و تحلیلی که دارن اون داده هاشون که بر اون مبنا چه تصمیمی بگیرن و چرا ممکن این اتفاق بیفته. ولی من مبنای اصلیم برای پیش بینی بازار تجربه‌هایی هستش که توی جای دیگه دیدم اتفاق افتاده، یعنی حتی جایی که سرمایه خیلی زیادی وارد بازار شده از چه مسیر رو انتخاب کرده برای ورود و فکر میکنم چون ما باز میخوایم یه رقابت یه جوری جنگ دیگه، من یاد این چیزا میگفتم اسمش هم نمیدونم خیلی هم یادش میاد. بالاخره باید سونتزو هنر رزم آره. بالاخره ما یه چیدمانی جلوی هم داریم و ممکنه که یه تاکتیکی که استفاده میکنن به قول تو این باشه که بیان یک بخشی از ساپلای رو لورج بکنن که گل زده تو خونه حریف به حساب بیاد، هم ما تضعیف بشیم هم موجب تقویت خودشون بشه. خب باید ببینی که این هزینه این تصمیم چقدره، احتمال وقوعش چقدره و واقعا آپساید موفقیتش چیه که تو اون فرمول امید ریاضی بذاری ببینی که من برم این کارو بکنم یا نه. من بیشتر باز فکر میکنم با تجربه خودم میگم من اگه از اینجا رفتم بیرون 4-5 سال دیگه یکی ازم می‌خواست مشاوره بگیره خیلی کار منطقی نیست.
ولی اگه یکی این کارو بکنه من حتما مشاهده میکنم و یاد میگیرم. تو این اسکیل امروز نیستا، شاید 7-8 سال پیش ماجرا فرق میکرد. الان تامین کننده شاید در بزرگترین حالتش به بیش از چند دهم درصد سفارش‌های پلتفرم مثل ما نتونه برسه و این استراتژی استراتژی عجیبی خواهد. شما در روز چند تا اوردر رو دارین هندل میکنین؟ ما بین 300 تا 400 هزار تا تراکنش رو هندل میکنیم. اخیراً وارد حوزه در واقع کلاود کیچن هم شما شدین با در واقع برند اسنپ کیچن. خیلی روش مانور ندادین ولی یکم دوست دارم بشنوم راجبش که این چیه، این ایده چه جوری کار میکنه و اینکه آره حالا تو بگو تا من اول که اسنپ کیچن از یه جایی بگم تیم جدایی داره و یه تیم خیلی عالی و پر انرژی و باحال. ببین از یکم قبل داستان کووید این ماجرایی همونطور که مثلا چیز خیلی هایپ پرسرعتی گرفت، این داستان چی بود که مثل گتی رو اینا هم روش اومدن، فست دلیوری یا هم چیزی کویک کامرس خیلی هرچی مقاله میزد و فلانی اینقدر اینوست کرد و اینا. خب هم موقع ما فالو کردیم اینا چون معلوم نبودش که این قراره که الان بعدش فیزیبیلیتیش چی باشه. یکی دیگه چیزا هم که بود بحث کلاود کیچن ها تو کانسپت های مختلف که ما یکی از چیزایی که خب برای ما جالب بود امتحان کردن ایده های مختلف حول این داستانه. هنوزم تو بعضی جای دنیا این ماجرا داره به شکل‌های مختلف تست میشه. میتونه یه هاب توزیع ساده باشه، میتونه زیرساخت تولید غذا باشه که در اختیار کسایی که این نالج رو دارن قرار بگیره، میتونه یه زیرساخت تولید غذا باشه که نالج بقیه رو کپی کنه، میتونه زیرساخت تولید غذا باشه که شما خودت این کار رو انجام بدی. خیلی تنوع. شما دارین چه کار می‌کنید؟ ما ببین ایده کیچن برای ما امتحان کردن یه رنج مختلفی از این ایده ها توی کانتکست ایرانه، تو کانتکست بازار دلیوری ایران و این که می‌بینیم میگه حالا خیلی عالی ما می‌خوایم بر اساس دیتایی که جمع می‌کنیم، بر اساس فیدبکی که می‌گیریم، چون کار حساسی این مسئله، ما خیلی علاقه‌مند شاید نباشیم که خیلی بی‌محابا بخوایم این ماجرا رو تست بکنیم چون ممکنه برامون هزینه داشته باشه. ولی داریم طیف مختلفش رو روی برنامه میریم جلو. من یه مثال جالب بزنم. ما اون موقع که گروسری رو راه انداختیم، همین سفارش از سوپرمارکت‌ها، تقریبا همه تجربه‌های بین‌المللیش فیل کرده بود چون کورنر شاپ یا همین سوپرمارکت‌های محلی رو نمیتونستن مجاب بکنن به ارائه کیفیت در واقع سرویس با کیفیت و رهگیری درست حالا استاک و موجودی این داستان. ما رفتیم تو ایران و سورپرایز شدن، همه دیدن خیلی همکاری میکنن، خیلی استقبال شد. توی اینکه چرا این اتفاق افتاد کلی هیدن فاکتور بود که ما نمیتونستیم تا نمیکردیم بفهمیم. اینکه مثلا فشردگی محلی اینا تو حالت فیزیکی جذابیت زیادی به سهم اینترنتشون میده. من نمیدونستیم روز اول که با یه هزینه‌ای که تعریف کردیم رفتیم تست کردیم و شد به نظرم یکی از اتفاقای بزرگ تو مارکت ایران. توی کیچن ها فعلا مشغول آزمون هستیم روی مدل‌های متنوع. یه طیف توی 2 جمله میتونی برای من اسنپ کیچن رو تعریف کنی لطفاً؟ میگم اسنپ کیچن یک زیرساختیه که توش ما ایده‌های مختلف کلاود کیچن رو داریم تست می‌کنیم، از هاب تا تولید تا در واقع برون سپاری تولید بقیه دوستان. هدف اصلیش هم یه چیزی مثل بلک مارتای چیز میمونه، مثل فروشگاه بلک مارت میمونه یه جورایی. دارک استورا منظورته؟ آره. یه تو کانسپچوالی شبیه هم داره. آره کانسپچوال. یعنی یه آشپزخونه‌ایه که برند خود اسنپ روشه، حالا تو یه مسیری شاید و یکی از مسیراش میتونه اون باشه. مثلا ما اونو اصلا انجام ندادیم اگه دقت کنید. آها. چیزی که شما انجام دادین چیه؟ این مثلا یکی از کاربردهایی که میتونه ماجرای کلاود کیچن داشته باشه اینه. مثلا یک تامین کننده محبوبی وجود داره ولی به هر دلیلی توزیع شده نیست برای دلیوری. من نمیتونم مثلا توی شهری به بزرگی تهران از یک نقطه غذا رو به هر جا دلم خواست برسونم، اونم تو پیک ظهر. هم عملیاتم دوچار مسئله میگم خود غذا رو داغون میکنه. خب ما میایم مثلا 10 تا نقطه توزیع رو خیلی دیتا محور انتخاب میکنیم، بعد اون غذا رو تو ساعت مشخصی انتقال میدیم به این هابا. حالا این میتونه مثلا نیمه آماده باشه یا کاملا آماده باشه و از اون نقاط توزیع میکنیم. خب این خیلی مثلا یک اصطلاحا میگیم ویرچوال برانچ میده
یک شعبه مجازی میده به یک تامین کننده با کیفیتی که خب زیرساخت دیتایی لازم نداشت که پیش بینی کنه برم اینجا شعبه بزنم یه اتفاق خوب میشه. یکی از تست‌های از این هابا وجود داره. الان بین 7 تا 10 تاش فعال و غیر فعال میشه. ولی مثلا یکی از که تست کردیم همین بود، مثلا مجموعه فارسی رو تست کردیم. چون فکر کنم خیلی دوست دارن غذا با کیفیت فارسی رو مثلا امتحان کنن. بیایم یه ذره توضیح شدگیشو بیشتر بکنیم برای مثال. یا سعی کردیم مثلا روی صبحانه یه ذره پوش بکنیم، چون خیلی شاید اون استاندارد که ما نیاز داریم برای اینکه روش بتونیم خدمات بدیم خوب نبود. سعی کردیم مثلا روی این تست بکنیم که میگم یه زیرساختیه برای تست یه ایده هایی توی فضای ساپلای و اصولا اگه نتیجه خوبی هم داشته باشیم میتونه فرصتی باشه برای پارتنرامون که بیان اینوست کنن. این در واقع از این جهت اینو خواستم بیشتر باز کنیم با هم دیگه که چون سوالی که هستش اینه که اسنپ فود قراره با بازی ساز باشه یا خودش هم دیگه بیاد بازیگر بشه تو این حوزه. ببین اصلا اسکیله که ما تو تهران در روز بیش از 100,000 تراکنش غذا فقط ما داریم. خب عدد از بزرگتر هم هست تو خیلی از روزا و توزیع شدگیش تنوع سلیقه آدم‌ها اصلا توجیه نمی‌کنه اینکه نه من هر پلیر دیگه‌ای با این فرض که توی ساپلای میتونه یه مقداری لیدر باشه بخواد بهش ورود کنه. من آمارم باید بروز کنم، ولی جالب بود که نگاه می‌کردم 30% اوقات آدم‌ها انتخاب جدید می‌کنن تو انتخاب غذاشون. تو فرض کن توی همچین بازاری بخوای یه دامیننسی توی ساپلای داشته باشی به نظرم فیله. اوکی. اوضاع پشتیبانی چطوره مهراد؟ چون که نمیدونم پشتیبانی تلفنیتون رو باز کردین یا همچنان سمت تیکت و ایناست. خیلی توی شبکه‌های اجتماعی انتقاد شد به این موضوع که کلاً که راجع به پشتیبانی انتقاد زیاد و به این بگو الان چجوری دارین هندل میکنید مسائل مربوط به پشتیبانی مشترکین رو؟ ببین در مورد این که ما از تماس خیلی چیزا رو منتقل میکنیم روی تیکت تجربه هستش که بنچمارک ها نشون میدن به سمتش میدن دلیل داره. دلیلش نیست که مثلا من هزینه پشتیبانی رو کات بکنم، خیلی ترانسپرنت‌تر میکنه اتفاقی که داره به ازای هر مشکلی یا ایشو در واقع پیش میاد. خب این ماجرای تیکت بیس شدنه برای اینکه اندازه پذیر بشه، بهبود بکنیم و ریسورس پلنینگ بهتری بتونیم داشته باشیم. خیلی بچه‌ها واقعا توی اسنپ فود من متوجه میشم که در پشتیبانی ما ممکنه تجربه مطلوب ایجاد نکرده باشیم، خصوصا زمانهایی که یک مقدار به بحران میخوریم. یعنی بحران اون لوپ معمولا هم مشکلات فنی یا زیرساخت مثلا تحویل هست که واقعا کنترل تیکت ها سخت میشه و طبیعتا نتیجه بعدش این میشه که تجربه بدی برای کار. اصلا کلا هر کسی هم میاد تو فود دلیوری، من از همین الان بهش میگم باید آماده باشه که قرار نیست یک برند خیلی دوست داشتنی باشه. چرا؟ چون یک سرویسی رو میده که پارامترهای خیلی زیادی روش موثرن که با کیفیت بخواد دلیور بشه، نه غذا دلیور بشه، سرویس دلیور بشه. حالا اون نیروی ارسال هست، اون عزیز تامین کننده هست، شرایط اینترنت هست، خیلی داستانا داره و بهتره که ما بگیم مسئولیم، یعنی سعی بکنیم که بدون پاسخ نذاریم و خیلی کیسا واقعا حلش سخته. مثلا یه آدرسی شما اشتباه انتخاب میکنی، فرض بکنید، نمیگم همه کیسا، بعضی کیسا و غذا میخوایم تغییرش بدیم و دیگه اون تامین کننده برای آدرس نمیتونه تامین کنه، ما میمونیم توی کورنری برای حلش و تو این اسکیل معمولا مجبوریم که یا کنسل کنیم، یه تصمیمایی بگیریم که به هر حال یا ساید ساپلای یا ساید تقاضا خیلی خوشحال نمیشن، کامل خوشحال نمیشن. سعی کنیم برآیندش عدد خوبی باشه. ولی توی پشتیبانی سعی کردیم اگر که دقت کرده باشیم، نمیدونم یوزر ما هستین یا نه، سعی خیلی زیادی کردیم اتومات بکنیم فرآیندها رو. این زحمت دوستان من تو تیم محصول واقعا 2-3 سال روی این وقت گذاشتن. نمونه‌های واقعا بنچمارکش هم نگاه بکنیم ما یکی از خوباییم توی بچهای تیم فنی و سعی کردن هی از رو دیتا فیدبک بگیرن، دلایل نارضایتی بسنجن. ما توی اسنپ فود هر سایکل برنامه‌ریزیمون معمولا یک سری پروژه رو ستاره دار می‌کنیم و سعی می‌کنیم مطمئن شیم که اگه به هیچ کاری نرسیدیم به اینا برسیم. اتفاقا برای این سایکل افزایش
رضایتمندی از بخش پشتیبانی رو دوباره گذاشتیم تو دستور کار، به همین دلیل فیدبک هایی که توی پیام‌های خودت هم حتما هست و حجم تغییراتی که دادیم، یعنی اینکه این ادپشن به تیکت رو ببینیم یه مقدار عجله نشده باشه، توش درست طی شده باشه و از اون کیس هایی که نارضایتی ایجاد کردن یاد بگیریم که این فرآیند رو بهتر کنیم. تو برنامه آتیمون اینه که ابزار پشتیبانیمون مجهز میشه یه ذره اون باتی که الان داریم که در واقع اون نیروهای پشتیبانی توی اون چت حضور دارن، یه ذره با ابزارهای جنراتیو سعی می‌کنیم تقویتش بکنیم که برای خودمون هم یه پروژه جالب و هیجان انگیز تو آینده استنفورد لانچ میشه که فکر می‌کنم نوآوری جالبی باشه تو بازار کلا اکوسیستم ما و امیدواریم که بتونیم یه تجربه خوب درست کنیم باش. الان میزان رضایت از ساپورت اسنفود چقدر درصدی داری بگی؟ این عددا رو ببینی، این عددا بذار گولزننده است، مثلا 98%. خب مثلا آپ تایم دیتا سنتر میگه 99.9. این یعنی من تو هر ماه میتونم 4 ساعت پایین باشم. ولی خیلی معیار خوبی نیست. یعنی ما میایم اون دلایل عدم رضایت رو بیشتر سورت میکنیم، هی سعی میکنیم اونا رو نگاه کنیم. چون مثلا توی یه سال امروز گزارش میدیدم، تو سال قبل ما نزدیک بیش از 10 میلیون سفارش رو به یه دلیلی پیگیری کردیم. به یک دلیل. حالا این میتونسته مثلا تایید نکرده رستوران، سفارش دیر رسیده، سفارش مغایرت داشته، مشکلی داشته، دمیج شده موقع ارسال. و تو این 10 میلیون اصولا اگه مثلا عدد ما بیش از 50,000 مورد، نمیدونم 100,000 مورد باشه که کلا پلتفرم کلاپس میکنه. ولی 50,000 مورد، نکته مهمی که کسب و کارهای شبیه ما دارن اینه که تک تک افرادی که برخوردن براشون مهم نیست که یکی از 1 میلیونن، یکی از 5,000 تا یا یکی از 5 تا و اکسپکتیشن منطقیشون اینه که من نباید به مشکل بخورم، چون مشتری به تعداد خودش تجربه میکنه، یه وقت ما به تعداد میانگین میشماریم، اوضاع خراب میشه. فکر میکنم که بتونیم توی این سایکل برنامه‌ریزیمون با این تمرکزی که روش گذاشتیم اوضاع رو از امروز بهتر بکنیم. اونقدر اوضاع وخیم نیست، ولی خب یک چیز آنگوینگ خواهد بود در اسنفود، بهبود اوضاع توی پشتیبانی، هم پشتیبانی کاربر هم پشتیبانی تامین کننده. توی کوئسچن باکس ها یه چند تا سوال اومد مبنی بر این که این فروش دخانیات رو چرا هی میذارین برمیدارین، چجوریه ماجرا؟ من اول یه چیزی بگم که ما بیش از 2 سال هستش که قسمت سوپرمارکت رو از اسنفود جدا کردیم. یعنی آره اکسپرس که الان توی قالب بزرگتری به اسم اسنپ گروسری داره فعالیت میکنه. دوستان ما اونجا هستن، تو فرصتی خودشون میتونن توضیح بدن، ولی طبیعتاً برای هر کسی که حالا فعالیت داشته باشه و به سابقه فعالیت خودم اینجا بخوام پاسخ بدم، مسئله پیچیده‌ای دیگه، یعنی هم آسیب شناسی هم قانونگذاری توش ابهام داره و کامل نیست. از یه طرف جمله رو بخونی معنی میده، از یه طرف دیگه معنی دیگه، و طبیعتاً توی تعاملاتی که اتفاق میفته این تجربه کاربری نوسان میکنه. ولی یکی از اون حوزه‌های کلاً رها شده خاکستریه. حالا شما در مورد اسنفود تماس گرفتین، اینم بپرسید. نه دیگه شما قرارش خودت صحبت کنی اون لایه‌ها رو. یه پروداکت دیگه هم من دیدم که در واقع تو استوری بچهای اسنفود فودرو، درست دارم میگم؟ این از کجا به شما رسید؟ پس هست. حالا چیه؟ ببین تو اسنفود که کلا تیم ما یه ذره انرژی زیاده، باید از یه سری محصول جدید بزنه بیرون و آره آخه میدونی خود محصول چون خیلی پرفکته واقعا انرژی باید جای دیگه هم مصرف. نکته و چیزی تو سعی می‌کنم احساساً به اینجوری وانمود که مثلا نفهمیدم چی گفتی، ولی نه این هستش. بالاخره ببین بچه‌ای که یه ذره خلاقن باید اینم یه جای خالی بشه دیگه. خب بچه‌ها که میگم من خودم مثلا بدترم، بچه‌ها بنده خدا، ولی ایده جدیدی داریم روش کار میکنیم، بذار ببینیم چجوری میشه. فکر میکنم تا قبل از پایان تابستون لانچ میشه. باحال. خب دیگه تا اینجا شما اومدی با هم یکم بگو که چیه و اینا دیگه. الان موقع یه چیزی از این من باید بگم.
ولی خیلی چیز حالا یکی از تجربه هایی که خصوصا اگر که بنچمارک ها رو توی بازار مثلا هند بین زوماتو و سویگی و اینا دنبال بکنید، یکی از ارزش افزوده‌هایی که پلتفرم های سفارش آنلاین غذا سعی می‌کنن برای تامین کننده ایجاد کنن، کمک به ترافیک حضوری این فروشگاه هاست. چون یه وقتایی اون اقتصاد فروشگاه همونطور که من گفتم ما سعی کردیم به دغدغه‌ها نزدیک بشیم. یکیش اینه که خیلی خوب اگه اقتصاد دلیوری من بخواد جوری کار بکنه که این قیمت‌ها وجود داشته باشه و این زنجیره ارزش رو من توش حضور داشته باشم، باید به ترافیک در واقع فروش حضوری من کمک بشه. فودرو یک تلاشی از طرف اسنفود است با تمرکز بسیار زیاد روی بنچمارک‌های موفق توی این زمینه که یک محصولی خواهد بود که به شما پیشنهادهای جذاب میده برای مراجعه حضوری به رستوران‌ها با یک رویکردی که تا حالا ندیدید. یعنی اون رویکردی که قدیم یکی مثلا ما کوپن میگرفتیم برای تخفیف یا درگاه پرداختی میدیدیم اونجا برای اون پلتفرم یا کارتی صادر میشد. رویکرد فودروی رویکرد جدیدی که خیلی جای دنیا هم خوب پا گرفته ولی اولشه. ما هم گفتیم به هر حال از ما توقع کار جدید داری چون کار خودمون پرفکته. خب خیلی عالی، ممنونم از توضیحت. فکر میکنی که پس گفتی تا آخرای امسال منتظرش باشیم؟ آخر تابستون تو تهران، آخر تابستون انشالله. اگه تیمش هم دارن من نگاه میکنن حواسشون باشه دیگه. من گفتم آخر خیلی سوالام در رابطه با نحوه برخورد پیک‌ها بودش. تو این زمینه گزارش‌های شما چی میگه و برای فرهنگ‌سازی درست چه اقداماتی انجام میده؟ اگه من درست سوالو متوجه شده باشم میگی مثلا با کاربر برخورد بدی انجام بده پیک؟ آره، من توی سوالا خیلی شنیدم که رفتار پیک‌ها درست نیستش و حالا واقعا قش زحمت کشی هن. یعنی قبل از اینکه تو بیای بالا داشتم میگفتم که واقعا همین که تو باد و بوران و اینا غذا و محصول دستمون میرسونن دمشون گرم. ولی آره خب میشه مثلا واقعیتش اینه که بعضیاشون خیلی عصبی هن، بعضیاشون نمیدونم فکر کنم توی این دیر رسیدن در واقع محصول به دست مشتری یه مقدارم خود پیکا نقش دارن که راجع به این زمان دلیوری هم یه گپی بزنیم. چون خیلی من تو سوالام داشتم که آقا ما وقتی زنگ میزنیم خود رستوران سفارش میدیم خب خیلی سریعتر و با کیفیت تر غذا به دستمون میرسه و نمیدونم اینو شما توی بررسیاتون بهش برخورد کردین یا نه. چون که مثلا اینجوری بودن که اوکی اسنفود رو باز کنید، منو رو نگاه کنید، شماره رستوران رو پیدا کنید، زنگ بزنید خودشون. فکر نمی‌کنم اتفاق خوبی باشه برای پلتفرم شما این موضوع. اول از هر چیزی که خب به هر حال ما باید هدفمون باشه یه همچین تجربه‌هایی رو به کمترین میزان خودش برسونیم. مثلا این بحث شده است. طبیعتاً این چیزی که شما میگی برای ما مثلا مثل صورت آدم که جوش میزنه بعد میره آزمایش میده ببینه چی شده که اینطوری شده. هر یه فیدبک اینجوری که میگیریم واقعا ما دنبال میکنیم ببینیم چه تجربه‌ای بوده، تو چه شرایطی بوده و سعی میکنیم دیسکاوری بکنیم و بتونیم بهترش بکنیم. در مورد رفتار پیک همونطور که گفتی واقعا یکی از اون با توجه به آرایش ترافیکی کلان شهرهای ما اینجوری بگم کار دلیوری یکی از اون کارهای فوق‌العاده سخت است. خب ما می‌بینیم بعضی از شهرهای دیگه خیلی جای دنیا که الان شهرهاشون هم هستن ساختار خیابون‌ها، فضای ترافیکی اجازه میده که حتی اقشار یه مقدار شاید شاید تو اینجا خیلی جذب این کار نشن، مثل دانشجوها، مثل کار پارت تایم خیلی از کارمندا حتی بحث دلیوری انتخاب میشه. ولی ساختار ترافیکی شهرهای ما واقعا انجام این کار رو یکی از شاید سرحد درجه سختی میرسونه که بخواد انجام بشه. یعنی اولا بسیار واقعا کار سختیه. من به عنوان یه پلتفرم که ما یه فرآیندهایی داریم، بازرسی داریم، نمیدونم فیدبک ها جمع میشه، صحبت انجام میشه با همکارا. اگه واقعا مشکلی باشه که ریپورت بشه به سمت ما، چون شما میتونید اینو ریپورت کنید به ما توی همون جایی که دارید فیدبک میدید روی سفارشتون. ولی میخوام بگم اولا نسبت به این چند سالی که من خودم این فیدبک ها رو دنبال میکنم، آمارا رو میبینم، هم این قش واقعا در عین حال این فضا رو بهتر متوجه شدن، کمک بیشتری کردن به این توسعه، به اینکه شاید اگر حالا هی
چیزایی که صحبت می‌کنیم این بده اون کجه، اینا اوکیه و باید هم صحبت بشه و باید هم بهتر بشه. ما اگه نمیتونیم سرویس خوب بدیم باید دامینمون رو بیاریم پایین. من این به نظرم درسته. ولی به هر حال همراهی که هم کاربر نهایی داشته با یه جایی مثل اسنپ‌فود، هم اون تامین کننده داشته ما رو تحمل کرده، هم کمکی که نیروهای ارسال داشتن، یه لول اپی کیفیت زندگی شهری رو برای آدمایی که مشتری این سرویسان تونسته انجام بده و شاید تعداد کارهایی که ما تو روز میتونیم انجام بدیم بیشتر شده. شاید بعضی مناسبت‌هامش راحت‌تر کرده، فکر کردن به خیلی کارا سریع‌تر شده و شاید یکی از پررنگ‌ترین نقش تو ایجاد این سهولت همین شبکه ارسال و مشارکتشون تو این فرآیند داشته و طبیعتاً من نمیگم مشکلی وجود نداره اونجا، به دلیل اینکه یه مقدارم رفت و آمد همکاران ما تو این قسمت زیاده. خیلی این کار رو به صورت کار فصلی انتخاب میکنن یا کار موقتی انتخاب میکنن. این رفت و آمدها و باعث میشه شاید اثر بخشی ترینینگ یه مقدار کمرنگ بشه و با توجه به مقیاسی هم که داریم ما یه جوری بر اساس فیدبک ها مشاهدات میدانی در واقع داریم روی یک سابستی از این مجموعه همیشه بهبود رو ایجاد میکنیم و یه مقدار ضریب اثر بخشی تصادفی توش هست و من میتونم این رو تضمین بدم که پیگیری ما لحظه‌ایه و سریع و تضمینیه و قطعیه. ولی اینکه ممکنه که این چیزا پیش بیاد طبیعتاً خودتون هم میدونید به هر حال ممکنه در فاصله بین دو تا سفیر ما و همکار ما یه اتفاقی بیفته. به هر حال این دیگه فاکتورهای انسانی هستش دیگه، یعنی استثنایی هم شامل میشه. ولی اگه گفتی که تیم ساپورت و پشتیبانی الان چند نفره؟ ببین ما تو 3 شیفت تیم پشتیبانی داریم امروز که تعدادشون نزدیک 400 نفر میشه. یعنی به ازای هر این 400 نفر خیلی پیچیده است. بخوای حساب کنید تو همون اکسل که اون چیزا رو میخوام بهت بدم روز 400,000 تراکنش بود دیگه، درسته؟ نه این هم روز جزئیات زیاد داره چون اینجا هم خود نیروهای ارسال هستن. کافیه تعدادشون؟ اینا همش محاسبه داره رو SLA، یعنی ما تارگت اون تعداد که ما تو یه SLA رو باید حفظ کنیم. اگه بر اساس مقیاس از این دور شیم از دوستانی که توی پروسه آموزش ما بودن اضافه میشن. این یکی از کارهایی که خیلی داینامیک انجام میشه. حتی اگه به دلیل مشکل فصلی دچار ایراد بشیم با افزایش همکارامون تو اون قسمت سعی می‌کنیم پشت سر بذاریمش بعد فیکس بکنیم. کل مجموعه اسنپ‌فود الان چند نفره؟ تقریبا بیش از 1500 نفر ما همکار تمام وقت داریم. عالی، دمتونم گرم. مرسی مهراد، ممنونم بابت توضیحاتی که دادی. اگه نکته دیگه‌ای هستش که خودت دوست داری بهش بپردازی میشنوم با کمال میل. یه دیگه اول خیلی ممنون. من همیشه از صحبت کردم باهات لذت میبرم. چالش درست سخته، چالش کشیدنه. من یه چیزی دوست داشتم بگم، گفتم چون با یه سری از دوستان بودم تو صنایع دیگه بودن و بنگاه‌های اقتصادی بزرگی هستن و خیلی اعتقاد داشتن که اون سر و صدای استارتاپ‌ها به سایز اقتصادیشون نمیخوره. شاید برای خیلی کسایی که همینم نگاه ما رو دارن نگاه میکنن واقعا سوال بشه که چرا انقدر واقعیت میگه استارتاپ‌ها شاید سهم از جی دی پیشون همه رو بریزیم رو هم مثلا یه 2% شاید زیر 5 که حتما هست. حالا من چون عدد خیلی نمیدونم دوست داشتم بگم که ببین ما شاید بنگاه‌های اقتصادی بزرگی نساخته باشیم هرچند که خیلی هم کوچیک نیستن، ولی به نظر بنگاه‌های کارآفرینی بزرگی شدن ماها شدیم، شاید نمی‌دونیم داریم چیکار کنیم و این بنگاه‌های کارآفرینی بنگاه‌های الهام بخشن به نظرم برای خیلی از بچه‌هایی که تو گپ چیزی که آموختن و یاد گرفتن و فضای دانشگاهی و چیزی که بازار کار داره برای اینکه بهشون آفر بده با توجه به وضعیت صنایع تو کشور یا به طور کلی گپی که همه جای دنیا وجود داره. انقدر سریع رشد کردن بیزینس‌ها سیستم آموزشی نتونست کچاپ بکنه. این گپه نه جوابش ما به ازاش فضای کاریه که توی این تک استارتاپ‌ها و اینا ایجاد شد. خواستم بگم حالا یه ذره اگه ما رو دیدن شاید از لحاظ اقتصادی و مثل بعضی صنایع سنتی‌تر شاید فضای اقتصادی دیجیتال ما اونقدر بزرگ نشده باشه، ولی از لحاظ کارآفرینی و الهام بخش بودن
و به نظرم به درد بخور بودن برای نسلی که یه مقدار شاید سردرگم باشه تو کریر. همچین کار کم ارزشی هم نبوده به نظر. حتما بسیار کار پرارزشیه و نکته درستی رو میگی، چون بعضی وقتا مثلا عدد رقم‌های استارتاپی که میاد همه میگن اوه این که مثلا 2 تا پنت هاوس تو فرشته است 2 تا فلان، ولی واقعیتش همون اون جویه که پشتشه، اون هویت الهام بخشی که پشتشه است که به نظرم آینده کشور میتونه تامین بکنه. مرسی مهراد، ممنونم متشکرم بابت وقتی که گذاشتی. سلامت باشی. آرزوی موفقیت برات. سلامت باشی. مرسی از همه کسایی که تحمل کردن و دنبال کردن. خدا نگهدار. ارادت. ممنونم.